اشغال داداش آمریکایی اصیل، یکی از معدود سیگارهایی که میشه گفت حداقل تو ایران فیکش نیست. خب تو ایران نباشه جای دیگه هم نیست دیگه، چی میگم. و همین دیگه، خیلی زر زدم. برو بریم خودت ببینش، بیا بریم بالا سرش، کار زیاد داریم باشه. پاره شدم. میدونم قطره نداری، چشمای زیبا داری، تماشا داری. سلام علیکم، حضرات خیلی خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. من بنیامینم، اینجا سیگار ریاکته و امروز چیزی آوردم که خودم ذوق دارم برم بالا سرش ببینم که چندین باش و از اوناست که حالا فکر میکنم که با لب و دهنت بازی میکنه، چون سیگار یکی از معدود، گفتم الان معدود سیگارهایی که تو بازار ایران میشه گفت اگه گیرش بیاری خیلی سختم گیر میاد. اگه گیرش بیاری قطعا اورجیناله چون وارد میشه. سیگار ساخت آمریکاست، یه سیگار کاملا اصیله. سیگار لگیتو امروز داریم که تحت برند فکر میکنم مارک بود، نه بذاره نگاه کنم منجا، آره اوپن مارک، تحت نظارت اوپن مارک آمریکاست و ساخته میشه و یکی از اون سیگار با کلاس عجیب غریباییه که بریم بالا سرش ببینیم چند چنده و همین دیگه. سیگار باحالی باید باشه. برو بریم. خیلی زر زدم. یه اطلاعات کوچیکی هم بدم راجع به سیگارهای آمریکایی. یه سری سیگارا آمریکایی ان مثل این، یه سری سیگارا آمریکایی سوئیسی ان مثل شرکت فیلیپ موریس که خود سیگارهای فیلیپ موریس رو میسازه و سیگارهای مارلبورو رو میسازه و یه سری از سیگارهای خوب بازار دست اوناست و کلا این برندهای آمریکایی ان که وقتی گیرش بیاری تو بازار ایران میشه گفت فیکش نیست، یا حداقل خیلی خیلی شاید مثلا پشت کوچه‌های باشه، میدونی خیلی کمه. و تمام. برو بریم بخش اول، بخش طراحی. جلوی پاکت یه لگیت بسیار بسیار زیبا نوشته شده، یه پایینترش یه نوبیلیتاس ابلیگات. افسانه ها میگن معنی داره من نمیدونم یعنی چی و اگه کسی میدونه تو کامنت ها حالکت بنویسه برامون. پایینترش یه عقاب همچین سسکی داریم که تو نورم میدرخشه و پایینترش پریمیوم. حالا این بنویسه پریمیوم یه چیزی. بچه‌ها دور پاکت یه حالت از این چجوریه، این پترنای ورساچه هست، شبیه اونه که بسیار شکیل و سسکیش کرده، واقعا خوشگله. بریم پشت سیگار. دوباره نابیلیتیس اوبلیگات. پایینتر یه دونه از این نیزه ها و چقدر باحال، چقدر ایده های بامزه داده. یه نیزه خورده توی از این حالت نامه های قدیمی زمان قرون وسطا بود. دوباره لگیتو for real men who can achieve and sustain victory، یعنی مثلا آره چوسی ناشتا برای مردهای واقعی که میتونن موفقیت رو به دست بیارن. او مای گاد just like that. خلاصه اینجوری و پایینترش یه مولتی لاک هم خورده و تمام. بریم این بره سیگار. یه لگیت بسیار خوشگل. 20 تا پریمیوم سیگارت داریم، قطران 2، نیکوتین 2 هم، یو اس تگ سکشن این که هیچی. یه چیز باحال نوشته for use outside US، یعنی برای استفاده خارج از آمریکا. یه جورایی برای صادراتشون این سیگار رو میسازن. بریم این لبه. یه مولتی لاک داریم و مید این یو اس ا و under the authority of open mark و یا علی مدد بچه‌ها خیلی چیز خاصی نداره. یه دونه از این بارکودا و تمام. تو seriously damages health و تمام. بالا پایین هم یه لگیت بسیار خوشگل روی بک سفید. آقا پاکت خیلی خوشگله بی‌تعارف. یه حالت لاکچری رسمی داره که میدونی یه جورایی حالت کلاس کاره و یا علی مدد خیلی خفنه. بریم تو روش کنیم. به لگیت خوشگله یا عقاب و فرش سیل و جانا تو باش. حاجی سیگار از نظر سایز و ظاهر که تو نگاه اول عالیه.
یعنی اون ورساچه اون رو تو حالت رینگی انداختن دور سیگار فیلتر قرمز، کیفیت فیلتر معمولیه تقریبا رو به خوب، لگیت خورده دورشو، حالت کلفت شکیل با مزه‌ای داره که خیلی از نظر کلاسیکار ردیفه. من خیلی باحال کردم و حاجی چه اینجوریه؟ یه سیگار عجیب نرمه، دست میزنم به پنبه. یا این توتون خیلی خوبه یا این توتون خیلی داستان داره. کیفیت کاغذش هم بدی نیست، معمولیه و تمام. تا اینجا که نخور گرفتیم دستمون، خیلی چیز عجیبی نداشت. حاجی طعم توتونش، یعنی آرومای خاموشش یه مدلیه که ببین طعم توتون خوبی میده ها، یعنی یعنی اون عطر و بوی باحالی داره از توتون میگیری، ولی ارگانیک نیست. میدونی توتون ارگانیک نیست و انگار یه بلایی سر توتون آوردن. یه بوی اسپشیال شده، یه فراوری شده است، میدونی یه جوریه، ولی بوی بدی نیست، بوی خاصیه. روشنش کنین چقدر زر زدم. بچه‌ها همین الان که یکی دو تا گام اول گرفتم، به نظر میاد سیگار دیرسوز باشه. اصلا یکی دو تا گام اول چون من سنگین گرفتم ولی خیلی خبری نیست. و اینکه از نظر حجم کام خیلی بدی نداره، ولی خب خیلی معمولیه، چیزی خیلی دنبالش باشی خفن باشه اونجوری نیست. حجم کام کاملا معمولی و نرمال داره. یه دقیقه صبر کن حاجی. طعمتون همون که گفتم، تازه وقتی میکشی بدتر هم میشه. انگار زور زدن یه طعم خاصی از توتونو خودشون درست کنن، میدونی یه حالت یونیک باشه و حالت اسپشیال داشته باشه، ولی من خیلی حال نمیکنم. یعنی اون حالت ارگانیک رو ازش گرفتن و برای من خیلی جواب نیست به شخصه. حالا این دیگه میره تو فاز سلیقه، شاید یکی بکشه از طعم توتونش خوشش بیاد. من اون حالت ارگانیکش رو دوست دارم و خیلی برام جذاب نیست این موضوع. ولی کام به شدت نرمه، یعنی از نظر نرم بودن سیگار واقعا اوکیه، اصلا شکی توش نیست، راحت ایزی میره پایین میاد، کاری به کسی نداره، اون گوشه واسه خودش کارهای خودش رو انجام میده و درس و مشقش رو میخونه و هست. بله سیگار بدی نیست در کل، یه ذره اون چیزی که من فکر میکردم نیست، یعنی اون حالت اصالت خفنه چه میدونم آمریکایی و فلان و اینایی که فکر میکردم نبود. ولی خب حالا بز بریم جلوتر. ببین یه داستانی که هست اینه که فکر نکنین کیفیت توتون بده ها، نه اصلا کیفیت توتون بد نیست بچه‌ها، یعنی کیفیت توتونش باحاله، ولی مشکل اینه که ارگانیک نیست. یعنی یه بلایی سر توتون، چقدر گفتم یعنی یه بلایی سر توتون آوردن و من خب خوشم نمیاد از این موضوع. یه طعم خاصی میده که شاید خیلی ها عاشقش بشن، ولی من کلا خیلی حال نمیکنم و به نظرم یه کمی طعم تو مخیه. این سیگارو حالا قیمتی هم میخوایم بررسی کنیم. من گرفتم 40 تومن، فکر کنم یه خودم بهم فشار داد یارو، ولی میگم باز نسبت به قیمتش سیگار خیلی خفنی نیست، سیگار خیلی بدی هم نیست، سیگار معمولی معقولیه. حالا بستگی داره که اگه از اون کیفیت طعمش خوشت بیاد سیگار مشتیه، چون الان از نظر گیرایی هم من 3/4 رو کشیدم، گیرایی بدی نداره نسبت به اینکه 2/2 از نظر گیرایی اوکیه و اگر طعمش خوشت بیاد حجم کام اوکی هم داره و سیگار مشتی میتونه برات باشه دیگه، میشه روزمره بشه. الان یه جورایی داریم که بکشر هم میچپونیم تو داستان دیگه، میتونه روزمره بشه برای کسایی که حال میکنن با طعمش و میتونه یه سیگار مثلا حالت چند وقت در میون بشه برای کسایی که خیلی مثل منن و با طعم توتونش خیلی حال نکردن، ولی در کل سیگار شیک باحالی از نظرت. آره
جنبندی بستشه دیگه. یه موضوع هم بگم از نظر بوی دهن و اینا بچه‌ها، چون توتون فرآوری شده است، میتونم بگم که بوی دهنتون کاملا میمونه و مثل یه سیگار کلاسیک معمولی باش برخورد کنین و اصلا روش حساب باز نکنین که آقا مثلا سیگار خارجی فلان بیساره. نه، اصلا از این خبرها نیست که چیزی قبلش بعدش عطری چه میدونم چیزی یه بلای سر خودتون بیارین ردیفش کنید، چون اون مدلی که فکر میکنی نیست حاجی جان. و تمام. آقا یه جنبندی ریز بزنیم. لگیت آمریکا سیگار از نظر پاکت سیگار خیلی خفنی بود، واقعا یه پاکت سکسی درست درمون با کلاسی داره که دستت بگیری واقعا یه پله بالاتر و متفاوت‌تری، خیلی باحال. رفتیم جلوتر، نخش از اون باحال‌تر، نخش هم خیلی جذاب، از نظر طراحی واقعا خفن عمل کردن و رفتیم جلوتر روشنش کردیم. اون چیزی که من فکر می‌کردم نبود، اصلا اون چیزی که فکر می‌کردم نبود. من فکر می‌کردم خیلی خفنه، حالا 40 تومنم پول دادم، فکر کردم الان قراره مثلا برام مثلا برسه سر کوچه نونم بگیره. حالا کاری نداریم، حجم کام تقریبا معمولی، اوکی. آرومای روشن و خاموشش گفتم یه حالت توتون فراوری شده‌ای داره که ممکنه همه خوششون نیاد، ولی اگه خوشت بیاد دیگه سیگار کامل ردیفه برای روزمره کشیدن، چون قطران نیکوتینش هم اوکیه و یه حالی بهت میده و از نظر گیرایی هم ردیفه، ولی بوی دهنش یه جوریه که کامل بعدش سیب بخوری بعدش. و تمام. به نظرم به درد کسایی میخوره که میدونی با این سیگارا خیلی اختن و سیگارهای خارجی مثلا زیاد کشیدن و با اینکه یه ذره رو توتون دستکاری بشه ردیفن. حضرات عشق دارید، دمتون گرم. فکر کنم دیگه تموم شد، نکته‌هاشو گفتیم. مراقب خودتون باشین، عشقای داداشین. دیدین اینجوری سقوط میکنن رو پایین، انرژی ملو میشه آخر ویدیو. مراقب خودتون باشین، عشقای داداشین و دمتون گرم که انرژی میدین. لایک، کامنت، سابسکرایب اگه دوست داشتین یادتون نره و همین دیگه. سیگار نکشین بچه‌ها. تو باید بدونی که منم دل دارم. این فندکی منو ندیدی؟ یزدی بلده درست میکنه الان. بذار ویدیو رو بگیرم درست زیاد هر چقدر تو گفتی. اما خیلی چکریم، خیلی مخلصم.